أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث عشر، درس سيزدهم. باب در، ابواب درها. شباك تريزه، شبابك تريزه ها. طاولة استال طعام. طاولات میز طعام ها، استال های طعام ها. مقلمتون قلمدان، قلمگیرک. مقالم قلمدان ها. باب البيت در خانه. شباك الحجرة تریزه اتاق. مفتوح کشاده. مغلق محکم. باب مفتوح در کشاده. تعالى بیاتو مرد. تعالی بیاتو زن. این است لغات جدیدی درس 13. خب میخوانیم حوار درس 13 را. این الاقلام فی المقلمة، در کجاست قلم ها؟ در قلمدان است. این در کجاست اقلام قلم ها؟ فیل در مقلمة قلمدان. این الاقلام در کجاست قلم ها؟ فی المقلمة در قلمدان است. و این المقلمة؟ المقلمة فی المحفظة والمحفظة على الطاولة. و در کجاست قلمدان؟ قلمدان در سنکه دستی هست و سنکه دستی بر بالای میز طعام است. و این المقلمة؟ و این در کجاست مقلمة قلمدان. المقلمة قلمدان یا قلمگیرک. فی در محفظة سنکه دستی. و المحفظة سنکه دستی. علی بر بالای یا در بالای طاولتی میز طعام. و این المقلمة؟ المقلمة فی المحفظة والمحفظة على الطاولة. و در کجاست قلمدان؟ قلمدان در سنکه دستی هست و سنکه دستی در بالای میز طعام است. یا تلمیذ تعال هنا خذ الكتاب واقرأ الدرس. ای شاگرد، شاگردی بچه، طلبه، بیا. تعال بیا اینجا، بگیر کتاب را و بخوان درس را. یا ای تلمیذ، شاگرد، شاگردی بچه، طلبه، تعال بیا، هنا اینجا، خود بگیر کتاب، کتاب را، و اقرأی بخوان درس را. یا تلمیذ تعال هنا خذ الكتاب واقرأ الدرس. ای شاگرد بیا اینجا، بگیر کتاب را و بخوان درس را. یا تلمیذة تعالی هنا واقرأی هذه الجریدة العربیة. ای شاگرد، طالبه، بیا اینجا و بخوان این روزنامه عربی را. یا ای تلمیذة
شاگردی دختر، طالبه. تعالی بیا تو زن، هنا اینجا، وقرئی و بخوان، هذه این، جریدت گازیته روزنامه، العربیت عربی را و زبان عربی. یا تلمیذتو تعالی هنا وقرئی هذه الجریدة العربیة. ای طالبه بیا اینجا و بخوان این روزنامه عربی را. هذا باب و هذا شباک، این در است و این تیریزه است. هذا این، باب در، و هذا این، شباک تیریزه. هذا باب و هذا شباک، این در است و این تیریزه است. الباب مفتوح و شباک مغلق، در کشاده است و تیریزه محکم است. الباب در، مفتوح کشاده، و شباک و تیریزه مغلق محکم است. الباب مفتوح و شباک مغلق، در کشاده است و تیریزه پوشیده است، محکم است. هذا باب الحجرة و هذا شباک الحجرة، این در اتاق است و این تیریزه اتاق است. هذا این، باب در، حجرتی اتاق خانه، و هذا و این، شباک تیریزه حجرتی اتاق مهمان خانه یا خانه. هذا باب الحجرة و هذا شباک الحجرة، این در حجره است و این تیریزه حجره است. این شباک الحجرة؟ شباک الحجرة هناك، در کجاست تیریزه اتاق؟ تیریزه اتاق آنجا. این، در کجاست؟ شباک تیریزه، حجرتی اتاق خانه، شباک تیریزه حجرتی حجره اتاق، هناک آنجا. این شباک الحجرة؟ در کجاست تیریزه حجره؟ شباک الحجرة هناک، تیریزه حجره آنجاست. الكتب والمجلات والجرائد على الطاولة، کتابها و مجله ها و روزنامه ها در بالای میز طعام است. الکتب کتابها، و المجلات مجله ها ژورنال ها، و الجرائد روزنامه ها گازیته ها، على الطاولة، على بر بالای، طاولتی میز طعام خوری. الكتب والمجلات والجرائد على الطاولة، کتابها و مجله ها و روزنامه ها در بالای میز طعام خوری است. ادخل الباب، واردی در شو. ادخل وارد شو، داخل شو. باب در.
ادخل الباب، داخل در شو. اخرج من الباب، بیرون رو از در. اخرج، بیرون رو، خارج شو. من از بابی، در. اخرج من البابی، خارج شو از در. این بود گفتگوی درس 13. خب لغات جدیدی درس 13 را یک بار دیگر تکرار میکنیم. باب، در. ابواب، درها. شباک، تریزه. شبابیک، تریزه ها. طاولة، میز طعام خوری. طاولات، میزهای طعام. مقلمة، قلمدان. مقالم، قلمدان ها. باب البیت، در خانه. شباک الحجرة، تریزه حجره. مفتوح، کشاده. مغلق، محکم. باب مفتوح، در کشاده. تعال، بیا، تو مرد مذکر. تعالی، بیا، تو زن مؤنث. این است لغات جدید درس 13 و در اینجا درس 13 را به پایان میرسانیم. الله یار و مددگارتون باشد و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.